سلام خدمت دوستان عزیزان دنبال کننده کانال کار حرفه‌ای. امروز میخوام تعمیر سوکت کوئل F7 که مشکل سه کار کردن دارد و انجام بدیم و نیازی به تعویض یا قطع یا نوع خریدن سوکت نیست. اینها قابل شارژ شدن و این نمونه که من الان کاری که دارم میکنم بنا به آموزشی که دیدم و تخصص برق که دارم خب این رو دارم انجام میدم و انشاءالله شما هم اینها رو ببینید و برای انجامش نه هیچ اتفاقی نمیفته. بر مبنای همین منطق و مسیری که من بهتون یاد میدم کار رو انجام بدین و مطمئن باشین که خیلی کمک بهتون کنه، هم لحاظ هزینه، هم لحاظ وقت و هم لحاظ کیفیت کار خیلی بهتر انجام میشه و فابریکی سیم کشیتون سرجاشه و مشکلاتی از این دست که مثلا بخواد برین سوکت 6 سیمی بگیرین 5 سیمی یا از این بابت که تو خرید مشکل میخواد داشته باشین اون دیگه نداریم. حالا این نمونه که من الان باز کردم این به اصطلاح یک درپوش زردی داشت که اونو من برداشتم و حالا رسیدم به قسمت پایه های اتصال سیمی که میخواد به کوئلا وصل بشه. یه قفلی دارم اونو باز کردم و اون قفل که باز شد سیم رو جدا کردم، سیمی رو از پایه های اون پیما جدا کردم و سیمی رو آماده نصبش کردم و اینو شرایط نصبش به این صورت کردن دارم نشون دارم. اینو تا آخر باید فشار بدیم. با همبردستی که من دارم بهتره که سیمچین باشه چون سرش نازکتره، راحت‌تر تو دست میگیره، سر سیما رو قشنگتر کار می‌کنه. ولی خوبه نام تبحر و تسلط این کار رو انجام دادم با همبردست خوب بود، ولی از جهتی که اگر سیمچین باشه بهتر. و این اتمام کار دیگه تقریبا آماده شد و با همبردست حسابی سفتش کردیم و حالا توی این قسمت از فیلم که بهتون دارم نشون میدم این یک تیکه چسب منظوره این بهتر اگر نیازی نبوده اگه بشود خیلی عالیه. هم لحاظ عایق بندی خیلی خوبه، هم لحاظ بالاخره حرارت موتور اینا میخوره، اینا برای مدت ما روکشاش خشک میشه و این چسب که شما بزنین و بره داخل این قسمت نازک بزنین میره، جا داره و باعث میشه که توی این مرحله سرسیم خیلی عالی جا پیدا کنه. کار و حرفه‌ای رو دنبال کنید، لایک رو بزنید و من هم سعی میکنم کارهای خیلی درجه یک در حد خیلی عالی خدمت شما نشون بدم که هم مشکلات دم دستیتون حل بشه و من هم بتونم از حمایت شما لذت و بهره ببرم. اتمام کاره و اینجا دیگه من سیما رو با روکش چسب تکمیل کردم. بازم میگم کار حرفه‌ای رو دنبال کنید. ممنون، خداحافظ.